کرونا در یک بازار فروش گوشت حیوانات در ووهان به وجود آمد. شر حیوانات چون چینی ها از گوشت سگ و خر سر کرده تا قورباغه و کژدم را نوش جان می کنند. چینی ها غلیظخورترین مردم جهان می باشند که همیشه از بوی بدنشان انسان را تعبش خراب می شود. در این بازار گوشت نیز تازگی را رعایت نکردند و این افلاسی آنها سبب پیدا شدن کرونا ویروس شد. ناگفته نماند که در این 2 هفته آخر اقتصاد چین با تنشی سخت روبرو شد و نیز شده ایستاده است. از یک طرف بسته شدن کارخانه های ساخت ماشین که هر روز هزارها ماشین ساخت نیسان و تویوتا را در شهر ووهان انجام میدادند، از طرف دیگر پس رفتن قیمت پول چینایی این کشور را در تحت خطر بزرگ قرار داده است. چنانه که خود میدانید روز شنبه سال نو چینایی هست و این سال نو یکی از مهمترین جشن در این کشور کمونیستی به حساب می رود. اما این سال نو را چین سالی پر تلفات و ناگوار و ناخوش نامید. کرونا ویروس به امریکا نیز رسید. دو پروپر مردم امریکا نیز شروع شد. امروز خبر نو از فرانسه آمد. فرانسه نیز با این خطر روبرو شد. وزیر تندرستی فرانسه آگنس بوزین شام جمعه گفت که یک حالت در بوردو و دیگری در منطقه پاریس تشخیص شده است. با گفته وی شخصی بیمار در بوردو مرد 48 ساله چینی می باشد که به ووهان سفر کرده بود. حالت دوم تنها معلوم است که این بیمار نیز به چین سفر کرده است و حالا در یکی از بیمارستان های پاریس قرار دارد. بوسین این چنین گفت که حالت های نو این بیماری در اروپا نیز آشکار شده است. در ایالات متحده 2 حالت کرونا ویروس در شیکاگو و واشنگتن ثبت شده است. یکی از بیماران روز 13 ینور از ووهان به شیکاگو برگشت، در حالی که شخص دوم در واشنگتن در بیمارستان بستری بود. جمع 63 پرونده احتمالی در 22 ایالت تفتیش می شود. بسته شدن داروخانه ها و کمبودی داروواری مردم ووهانی چین را در حالت ناگوار قرار داده است. ارتش چین با تانک و توپ و اشکر و لشکرش به ووهان رسید تا اینکه به مردم کمک کند، اما این ویروس به هیچ کس رحم نکرد. سازمان عمومی جهانی تندرستی نیز وضع را خطرناک اعلان نمود، اما گفت که تا حال وقت هست که این ویروس را عمومی جهانی اعلان نماییم. اما ما در جریان هستیم، گفت سخنگوی این سازمان. مردم چین به خاطر ترس را از خود بیرون کردند، به کوچه ها ریختند و شعار دادند که ما با یک جایگی این خطر را بی‌ضرر میکنیم. نگفته نماند که تا حال مرگ 41 نفر را حکومت چین تصدیق کرد و هزارها نفر نیز در حالت مرگ قرار دارند. با شما بودم منوچهر کوهستانی. دوستان عزیزی که این نوا رو تماشا کردید، خواهش میکنم ابونه شوید و این نوا رو با دوستان خود روان بکنید. و خواهش دومی من این است که در زیر این ویدیو شرح خود را نویسید. خداحافظ تا دیدار.